صلح و وحدت ملی، عشق‌های ملت، پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهل هنر تقدیم می‌گردد. هموطنان عزیز، حاضرین محترم، هم ملت‌دار خدا همه حاضرین در اینجا اشتراکداران و گروه ایجادی راهبری بدی مؤلفی برنامه راهبری موسیقی سرکارگردان کارگردان یاوران دیگر همه صنعتکاران و هنرمندان و مخصوصا جوانانی که در این محفل بسیار پرشکوه اشتراک کردند احسن و آفرین میگویم. و مخصوصا محفل امروزه را باز کرته چکن زیبا کرده است. چکن را ما جهانی کردیم. چکن زادگاه شهر باستانی کولاب است. و این چکن جهانی گشت. چکن و فلک زادگاه شهر کولاب است. و هر دو توأم هستند. حالا ما کوشش کرده ایستادیم که خودی فلک را نیز جهانی گردانیم انشاءالله سالهای نزدیک نصیب ما می‌گردد. مضمون محتوا بسیار زیبا شماره شده زیاد هنرمندان و اشتراکداران را آماده کردن سر لباس زیبا آراستن کاری سهل و آسان نیست. در اینجا قریب 7,000 اشتراک کرده ساله این قریب برابر با چارابینی جمهوری است. هموطنان عزیز، مردم شهر باستانی کولاب، شما خود در یاد دارید این دویم مراتبه است که روز پنجم روز زبان مادری را من در شهر باستانی کولاب می‌گذرانم. این معنی قرار دارد پیش از همه عزت احترام بر مردم شهر باستانی کولاب و مردم غیر مردنی که برقرار کردن ساخت حاکمیتی کیسانی خدمت بزرگی تاریخی کردند و کرده ایستادن زحمت کشیده ایستادن. من این روز شهر را دیدم خیلی زیبا شده است. از آن سالهای 90 کمی هم باشم فرق میکنه. باز هم کوشش و غیرت میکنیم شهر را به شهر یکی از شهرهای زیبای زمانوی تبدیل میدیم و یاد میکنیم میسازیم. و شما پیش از همه سلامتی عمر دراز تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستند. بگذار خدای تعالی هرچه آرزوی آمالی که در قلبتان هست در دین نیتتان داره اما را نصیبتان گرداند. من شما را صدقاً دوست می‌دارم. حیات همین است. وظیفه راهبر خدمت به خلق کردن است. خدمت به خلق کردن است. همین است که ما امروز به نزد مردم می‌رویم در یک مهلت کوتاه بعد چارابینی‌های سیاسی مهم که یک مراتبه از نزدیک آشنایی پیدا کنیم و مردم خلق عزیز خود را با زحمت‌های کشیده آله کف دستش که و شرف جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشیدن و آباد کردن، این را من نکردن، خلق عزیزی ما کردن، صاحبکاران بننگ ناموسی ما کردن، شخصانی سفارت شما کردید، شما آباد کردید.
احسن و کل مردم تاریستان از جمله ملت کردن و مخصوصا شهر باستان کلاب احسن آفرین سلامت باشید خوشبخت باشید Thank you.